سلام، شما خوبین؟ این صادق عاشقی که زنش با لباس سفید اومد تو خونش و با تیبادو سفید رفت. بعد از اون امروز صادق میخواد برامون نسکافه هندی درست کنه. بعد از اضافه کردن شوره پوشال کولر بهش یونزه، علف، سیم خاردار، قهوه عربیکا و گلد و شکر. هی زن دلمی، یکی اینو بگیره بازم هی زن دلمی ملاق پرون. برنج دیشب رو اضافه میکنه و وقتی یه قلش میده با انبردست آیلار زوشکار نسکافه رو از صافی کهنه بچه‌ش رد میکنه و با پرتاب انبردست به سوی خدا کهنه رو میچلونه که عصاره بچه‌ش با نسکافه ترکیب بشه. به نیت کلانتری 125 بمبئی مهریه زن صادق عاشق 125 سکه بهار بمبئی بود که پرداخت کرده و به این روز افتاده. اینم مصطفی باریستا داداش مهدی سبتوس که با اضافه کردن رنگ آکریلیک، رنگ سرد روغنی، رنگ پلاستیک پارس بهار درجه 18 و لازورد بهش لته اسپرسو، قهوه ترک، دوپیتو، شکر اضافه میکنه. بعد از اینکه پارو میزنه که سرعتشون بیشتر شه، از امواج سرطانی که داره میسازه لذت میبره و با چادر نماز ننش که چند وقتی کشیدن رو کولرشون که آفتاب بهش نخوره صافی درست میکنه و وقتی بلا نسبتاشو گرفت میشه خوراک اونایی که میگن ما تا کافی و اسپرسو نخوریم رفرش نمیشیم. گوه تو اون گاوی که شما میپرستید. خدایافظ.